السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قسمت 38 از قصه حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم و اصحاب گرامی بود. ما این قصه را به نام عرب ها پیش از اسلام نامیده ایم تا اینکه ما بفهمیم عرب ها پیش از اسلام کی بودند و بعد از اسلام چی شدند. یعنی عرب ها از اول مسلمان نبودند. همه این فضل اسلام است. برای همین این قصه ها رو ما عرب ها پیش از اسلام نامیده ایم. بعد از غزوه احد یک چند حادثه ها شده بود. یکی از آنها قبیله بنی حذیل میخواستند به مدینه حمله کنند، ولی رسول الله صلی الله علیه و سلم یکی از اصحاب خود را روان کرد و بزرگ قبیله بنی حذیل خالد بن ابی سفیان را هلاک کرد و با این بین مسلمان ها و بین قبیله بنی حذیل جنگ نشد. و همچنان عمرو بن العاص در آن وقت مسلمان نبود، سفیر مکه بود، یعنی گوییم که پسالی مکه بود. بین مکه و حبشه و دیگر جاها چی خبری میشد، یعنی اگر نافهمی میشد یا که اگر مسئله میبود، همین عمرو بن العاص میرفت و بین مکه و هر جای دیگری که باشد این مسئله ها را حل میکرد، یعنی که خبر میبرد، خبر میآورد. عمرو به حبشه سفر کرد برای تجارت و پادشاه حبشه نجاشی رفیقش بود. همچنان رسول الله صلی الله علیه و سلم عمرو ابن امیه را به حبشه فرستاد. عمرو ابن امیه رضی الله عنه صحابی بزرگ است و از اهل مکه است، مهاجر بود. او را رسول الله صلی الله علیه و سلم به حبشه فرستاد تا که دختر ابو سفیان ام حبیبه را برایش خواستگاری کند. دختر ابو سفیان ام حبیبه مسلمان شده بود و به حبشه هجرت کرده بود و در حبشه زندگی میکرد. عمرو بن العاص عمرو ابن امیه رضی الله عنه را در حبشه دید و میخواست او را اسیر بگیرد و مکه ببرد. به نزد نجاشی در آمد و با خود تحفه های زیاد آورده بود. و نجاشی گفت ای پادشاه بزرگ، اجازت میدهی عمرو ابن امیه را به مکه ببرم؟ نجاشی در غضب شد، گفت تو از من شخصی را میپرسی که او پیام آورده است از محمد، از رسول الله پیام آورده است. شخصی که به نزدش جبرائیل می آید مثل که به نزد عیسی می آمد. یعنی نجاشی مسلمان شده بود. عمرو بن العاص در تعجب ماند. نجاشی نصرانی است و بر محمد هم ایمان آورده است. یعنی هیچ کس نمیدانست که نجاشی مسلمان شده است. اکنون اسلام خود را بار یکم برای رفیقش عمرو بن العاص آشکار میکند. و نجاشی و عمرو بن العاص در یک جا تنها بودند در قصر. نجاشی در مورد رسول الله عمرو بن العاص را شرح داد که چطور به نزدش جبرائیل می آید و اسلام را چقدر که می توانست به عمرو شرح داد. سخنان نجاشی عمرو بن العاص را تأثیر کردند و ایمان در دلش در آمد و مسلمان شد. یعنی عمرو بن العاص
به دست نجاشی مسلمان شد. عمرو بن امیه از حبیبه خواستگاری کرد و حبیبه هم راضی شد. یعنی به نزدش آمد و گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم میخواهد با تو ازدواج کند. حبیبه رضی الله عنها راضی شد. خالد بن سعید از نزدیکان حبیبه بود و وکیل حبیبه همین خالد بن سعید شد. یعنی خویش و تبار حبیبه بود، خویش و تبار ابو سفیان بود. وکیل رسول الله صلی الله علیه و سلم عمرو ابن امیه بود. نجاشی خطبه نکاح را خواند. مهر حبیبه 4000 درهم قرار داده شد و حبیبه همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم شد. یعنی رسول خدا در مدینه بود ولی وکیل رسول خدا از جای رسول الله صلی الله علیه و سلم حبیبه را قبول کرد به رسول خدا و وکیل حبیبه خالد بن سعید حبیبه را به رسول الله صلی الله علیه و سلم برای همسری بخشید و با همین حبیبه همسری رسول الله صلی الله علیه و سلم شد. همچنان رسول الله صلی الله علیه و سلم با زینب بنت جحش ازدواج کرد. زینب بنت جحش پیش از اینکه همسر رسول الله شود همسر زید ابن الحارثه بود و زید رضی الله عنه نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم بزرگ شده بود. همه مردم او را زید پسر محمد می گفتند تا اینکه آیات نازل شد و این نسبت به رسول الله صلی الله علیه و سلم دادن را الله متعال حرام گرداند. یعنی دیگر حرام شد که کسی اگر دختری را یا اینکه پسری را از خردی بزرگ میکند با اون نسبت بدهند، بگویند دختری اوست یا که پسری اوست. این یعنی نسبت دادن دیگر حرام شد در اسلام. الله متعال امر کرد که ادعوهم لآبائهم، آنها را به نام پدرهاشان صدا کنید. هرچندی که این نزد دیگر شخصیت بزرگ شده است، از خردیش بزرگ شده است، اما پدر مادر این دیگر نفر است. برای همین به پدرهاشان و مادرهاشان نسبتشان بدهید. و زینب رضی الله عنها زید را یعنی ناز نمیدید، با او محبت نداشت، مهر نداشت. یک جای بسیار زندگی کردن اما زینب محبت نداشت با زید. نزد رسول خدا آمد گفت یا رسول الله زید انسانی با تقواست، خوب است، اما من او را دوست نمیدارم، محبت و مهر او در دل من نیست. و بسیار دوام کرد همین زندگی، همین طور زندگی. پس رسول الله صلی الله علیه و سلم آنها را جدا کرد و بعد از چند الله متعال امر کرد که او را بگیرند و همسری قبول کنند. رسول الله صلی الله علیه و سلم زینب بنت جحش را برای همسری قبول کرد. بزرگ قبیله بنی عامر ابن مالک نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و با رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد اسلام سخن کرد. رسول خدا اسلام را برای شرح کرد. عامر گوش کرد در مورد اسلام و دین اسلام برایش پسند آمد ولی مسلمان نشد. گفت ای محمد اگر میخواهی چند نفر را به قبیله ما بفرست تا که مردم را به دین اسلام دعوت کنند، اگر آنها مسلمان شدند من هم مسلمان میشوم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود قبیله های هستند که نزدیک شما هستند و با ما دشمنی دارند، من میترسم اصحابم را بکشند. عامر ابن مالک گفت ای محمد مسلمان ها در حمایت من هستند، کسی با آنها آسیبی نمیرساند. اگر با آنها یعنی حادثه شد من بر ضدی همان شخصانی که به اینها آسیب رساندند جنگ را اعلان میکنم.
یعنی از آنها حمایت میکنم. رسول الله صلی الله علیه و سلم راضی شد و 40 صحابه را به قبیله بنی عامر روان کرد. امیر 40 صحابه منذر ابن عمرو بود، یعنی بزرگی 40 صحابه را منذر ابن عمرو رسول الله صلی الله علیه و سلم اختیار کرد. این 40 صحابه همشان قاری قرآن بودند، یکی از بهترین ها بودند. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم یکی از بهترین ها را به قبیله بنی عامر روان کرد. 40 صحابه به طرف قبیله بنی عامر می رفتند و در راه مردم را دعوت می کردند. وقتی که به قبیله بنی عامر نزدیک شدند، با پسر عمک عامر ابن مالک خط روان کردند با عامر ابن طفیل و او را به اسلام دعوت کردند. خط را حرام ابن ملکان برد. حرام ابن ملکان به نزد عامر ابن طفیل در آمد و خط را به او داد. عامر ابن طفیل خط را نکشاد و خط را پاره پاره کرد و به یکی از نفرانش اشاره کرد که او را بکش. حرام ابن مالک را با نیزه زدند. حرام ابن مالک گفت، وقتی که زخمی سخت شده بود، گفت به خدای کعبه سوگند من کامیاب شدم و شهید شد. شخصی که حرام ابن مالک را کشته بود میگوید در تعجب بودم، او را کشتم و او پیش از وفات کردنش، شهید شدنش، گفت کامیاب شدم. یعنی چطور او را کشتم و او میگوید من کامیاب شدم. اکنون از 40 نفر 1 نفر شهید شد. عامر ابن طفیل خواست 39 نفر دیگر را هم بکشد. خط روان کرد به قبیله هایی که مسلمانان در نزدیکشان بودند. گفت من را یاری کنید تا که 39 نفر است آنها را بکشیم. قبیله ها راضی شدند و لشکر تیار کردند بر ضد مسلمانان. یعنی 39 نفر دیگر با هم که قاری های قرآن بودند آنها را میخواستند بکشند. عامر ابن مالک نزد آنها نبود، یعنی نزد مسلمان ها نبود و از این حالت ها با خبر نبود. مسلمان ها در حالت قرآن خوانی بودند. ناگهان لشکر عامر ابن طفیل بر آنها حمله کرد و قاریان را شهید کرد. فقط 2 مسلمان زنده بود، عمرو ابن امیه و 1 صحابه دیگر. این 2 صحابه شترهای مسلمان ها را در بیابان می چراندند و از دوری دیدند که در جایی که صحابه ها نشسته بودند پرنده های زیاد جمع شدند. کمی نزدیک رفتند، دیدند در آنجا همون صحابه ها شهید شدند و لشکری ایستاده است، لشکری عامر ابن طفیل. اکنون 2 مسلمان نمیدانستند چه کار کنند. عمرو ابن امیه گفت به نزد رسول خدا می رویم و این ماجرا را نقل میکنیم. صحابه گفت نه، من برای مدد می روم و او رفت به طرف قبیله، به طرف لشکر عامر ابن طفیل، با آنها جنگید، او را هم کشتند. عمرو ابن امیه تنها ماند، او هم به نزد قبیله، به نزد لشکر عامر ابن طفیل رفت و او را اسیر گرفتند، او را نکشتند. عمرو ابن امیه را به نزد عامر ابن طفیل آوردند. عامر ابن طفیل پرسید از کجا هستی؟ چی نام داری؟ عمرو ابن امیه خود را معرفی کرد که او از بنی زمره هست. عامر ابن طفیل گفت مادری من نذر کرده بود، نیت کرده بود که 1 غلام را از قبیله بنی زمره آزاد میکند. اکنون تو نزد ما غلام هستی و من میخواهم نذر مادرم را بجا بیارم. امر کرد سری عمرو ابن امیه را تراشیدند
و او را آزاد کرد، یعنی نظر مادرش را به جا آورد. عمرو ابن امیه به طرف مدینه حرکت کرد و همین وقت عامر ابن مالک، یعنی به عامر ابن مالک خبر رسید که مسلمان هایی که در حمایت او بودند آنها را پسر عمکش کشته است و او نیزه را گرفت و به طرف عامر ابن مالک رفت. وقتی نزدیک شد با نیزه زد، تیر در کتف عامر ابن طفیل رسید، زخمی شد، افتید. مردم آمدن عامر ابن مالک را، یعنی از دستش نیزه را گرفتن، آنها را جدا کردند تا که بین آنها جنگ نشود. و عامر ابن مالک از غم زیاد تقریبا 1 هفته بعد مرد، یعنی در غم گرفتار شد. چطور من محمد را وعده کرده بودم که آنها در حمایت من هستند، ولی پسر عمک من آنها را کشت. همین خیلی در غم گرفتار شد و بعد از 1 هفته مرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم از ماجرا خبردار شد، بسیار گریه کرد در حق 39 صحابی. 39 صحابی که همشان قاری قرآن بودند، عالم ها بودند، بهترین ها بودند و از جنگ احد آنقدر زیادی نگذشته بود. غم آنها تا حال در دل رسول الله صلی الله علیه و سلم بود و اضافه بر این 39 صحابه دیگر شهید شد. رسول خدا بسیار گریه کرد و ضیق شد. رسول الله صلی الله علیه و سلم در هر نمازی بر ضد عامر ابن طفیل و قبیلش دعا میکرد. عمرو ابن امیه در راه 2 نفر را دید که از قبیله بنی عامر بودند و آنها از رسول الله صلی الله علیه و سلم امن گرفته بودند، یعنی آنها در امن بودند. با رسول الله صلی الله علیه و سلم صحبت کرده بودند، آنها در امن بودند، ولی عمرو ابن امیه نمیدانست که اینها را رسول الله صلی الله علیه و سلم امان داده است. اینها را هیچ کسی ضرر نمیرساند اگرچند مسلمان نیستند. نزد آنها آمد، با آنها معامله کرد، با آنها صحبت کرد، فهمید که آنها از قبیله بنی عامر هستند و با آنها شب را خواست بیستند. آنها هم راضی شدند. وقتی آنها را خواب بود، هر دوی آنها را کشت و بعد به مدینه منوره رسید. حادثه را به رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل کرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: آن 2 نفر در حمایت من بودند، آنها را من امان داده بودم. عمرو بن امیه گفت: یا رسول الله، من نفهمیدم، آنها یعنی صحابه ها را کشته بودند و من نفهمیدم که این 2 در حمایت ما هستند، من آنها را نفهمیده کشتم. رسول الله صلی الله علیه و سلم عمرو ابن امیه را بخشید و به قبیله عامر ابن مالک خط روان کرد که 2 نفر شما نافهمیده کشته شدند، ما تیار هستیم بهای خون آنها را پرداخت کنیم. هرچندی که قبیله بنی عامر، قبیله عامر ابن مالک خیانت کرده بودند به مسلمان ها، ولی رسول الله صلی الله علیه و سلم وفادار بود. هرچندی که آنها خیانت کردند، ولی رسول الله صلی الله علیه و سلم در وفای خود بود و میخواست بهای خون آنها را پرداخت کنند. مسلمان ها بعد از غزوه احد و حادثه هایی که بعد از غزوه احد گذشته بود، بعد از این حادثه ها بسیار ضعیف شده بودند و 2 قبیله خود، عدل و قاره، میخواستند بر مسلمان ها حمله کنند. این 2 قبیله به نزد قبیله حذیل آمدند و گفتند ما را یاری میکنید، ما میخواهیم بر مدینه حمله کنیم. قبیله حذیل گفتند ما بر مسلمان ها حمله نمی کنیم، ولی اگر بر شما مسلمان ها حمله کنند ما با شما هستیم.
قبیله عزل و قوره لشکری ضعیف داشتند، بسیار خرد بودند، قوتی با مسلمان ها جنگ کردن را نداشتند. آنها مشورت کردند و گفتند ما کاری میکنیم که جنگ در منطقه ما شود، تا اینکه وقتی که در منطقه ما جنگ می شود قبیله حذیل ما را یاری میکنند و 2 نفر را به مدینه روان کردند گویا که آنها مسلمان هستند. این 2 نفر بین مسلمان ها نماز میخواندند، نشان دادند که آنها مسلمان هستند و بعد به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدند و گفتند یا رسول الله به قبیله ما یک چند مسلمان را روان میکردی تا که قوم ما را دعوت به اسلام میکردند، ما آنها را حمایت میکنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم خوشحال شد. 6 صحابه که قاری قرآن بودند آنها را به قبیله عدل و قاره روان کرد. این 6 نفر را بعضی از این 6 نفر را تاریخ نامهای آنها را ذکر کرده است، مثل مرتد ابن مرتد، عبدالله ابن طارق، عاصم ابن ثابت، خبیب ابن عدی و زید ابن دفینه. یعنی 6 صحابه که قاری قرآن بودند اینها به طرف قبیله عدل و قاره سفر کردند. وقتی نزدیک شدند دیدند که 200 نفر با شمشیر آنها را منتظر هستند. فهمیدند که آنها برای جنگ برآمدند. مسلمانان را از هر طرف محاصره کردند، گفتند تسلیم شوید. مسلمان ها گفتند شما وعده کرده بودید که ما را حمایت میکنید. گفتند هیچ وعده برای شما نیست، تسلیم شوید. مسلمان ها گفتند تسلیم نمیشویم. گفتند تسلیم شوید ما شما را نمیکشیم، فقط ما شما را به قریشی ها می سپاریم و اسیران خود را از قریشی ها میگیریم. 3 نفر از مسلمان ها مثل خبیب بن عدی و 2 مسلمان دیگر گفتند ما قوت با 200 نفر جنگ کردن را نداریم، اگر ما تسلیم شویم ما را به قریشی ها بسپارند شاید ما را قریشی ها رحم کنند، برای که آنها خویش و تبار ما هستند. 3 نفر دیگر از مسلمان ها با این سخن راضی نشدند، عاصم و مرتد ابن مرتد و صحابه سیوم. اکنون 3 نفر تسلیم شد، خبیب ابن عدی و 2 نفر دیگر آنها را دست و پای آنها را بستند و جنگ با این 3 مسلمان دیگر شد. 2 تا از مسلمان ها شهید شد. عاصم تنها ماند، شخص جنگجو بود، او را نتوانستند کشته. گفتند او را از دوری با نیزه میزنیم و عاصم رضی الله عنه را با نیزه شهید کردند. عاصم رضی الله عنه این صحابه هست که 2 نفر از قریشی ها، 2 نفری که بیرق قریشی ها را در جنگ احد می برداشت 2 نفر را کشته بود و خواهر این 2 نفر کشته شده سلافه گفته بود که کسی سر عاصم را برایم بیارد که در سرش شراب بنوشم به مقدار سرش طلا می دهم. وقتی عاصم رضی الله عنه کشته شد آنها میخواستند سر عاصم را از تنش جدا کنند و به مکه بفرستند تا اینکه آن وعده که سلافه کرده است و مقدار سرش طلا میدهد یعنی طلا بگیرند. اما عاصم رضی الله عنه قسم یاد کرده بود نه مشرکی را دست میزنم و نه مشرکی من را دست بزند، یعنی من تا وقتی که زنده هستم یگان مشرک را دست نمیزنم، با مشرکی سلام نمی کنم و مشرکی به من دست نزند. وقتی که شهید شد الله متعال قسم عاصم را برآورده کرد. در اینجا یک معجزه بزرگ شد. آنها نزدیک شدند میخواستند سر عاصم را ببرند. از جای زنبور زیادی آمد در گرد عاصم دور میزد
و وقتی آنها میخواستند نزدیک شوند به عاصم، زنبورها با آنها حمله میکردند، جسد عاصم را محافظت میکردند از هر طرف. آنها گفتند صبر میکنیم، وقتی تاریک میشود، شب میشود، زنبورها میروند، ما میاییم سر عاصم را میگیریم میبریم. و وقتی شب شد باران بارید، سیل آمد و جسد عاصم رضی الله عنه را سیل برداشت و به جای نامعلوم برد و همین طور جسد عاصم رضی الله عنه دفن شد. یعنی الله متعال عاصم رضی الله عنه را حفاظت کرد از مشرکین. عمر رضی الله عنه میگوید عاصم رضی الله عنه قسمش را در حیاتش عملی کرد، بعد از وفاتش الله متعال قسمش را پره کرد. خبیب و عبدالله ابن طارق و صحابی سیوم، این سه صحابه را به طرف مکه بردند. در راه عبدالله ابن طارق گفت اگر ما را به قریشی ها بسپارند، قریشی ها ما را میکشند. و در یک حالت خود را توانست آزاد کند، شمشیر را گرفت و بر آنها حمله کرد. آنها جمع شدند، سنگها را گرفتند و عبدالله ابن طارق را کشتند. اکنون خبیب و زید ابن دفینه ماند. خبیب و زید ابن دفینه ماند. و مکه رسیدند، آنها را به قریشی ها سپاریدند. قریشی ها اسیران آنها را گرفتند، به قبیله عدل و قاره سپاریدند. زید ابن دفینه را بردند برای کشتن. ابو سفیان پرسید ای زید، میخوای محمد در جای تو باشد؟ زید رضی الله عنه گفت به الله سوگند نمیخواهم که در پای رسول الله صلی الله علیه و سلم خاری بزنند. ابو سفیان گفت من پیش از این ندیده بودم کسی را که این طور یعنی محمد را دوست می‌دارد، اینقدر به او محبت داشته باشد، حتی خود را فدا می‌کند و نمی‌خواهد که محمد در پایش خار بزند. و زید رضی الله عنه را شهید کردند. زید ابن دفینه رضی الله عنه را شهید کردند. و همچنان خبیب رضی الله عنه را هم بنی حارث ابن عامر خرید و او را هم شهید کردند. قصه خبیب رضی الله عنه دراز است. انشاءالله تعالی دوام قصه را در نوار بعدی یک جای میشنویم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.